من در واقع سوال اولم اینه خانم عباس قلی زاده که چرا فقط نسرین ستوده؟ مهمه. ببین من خیلی شخصی جواب میدم به این سوالا. ببینید برای منی که اکتیویستم باید یه حسی داشته باشم برای اینکه منو بتونه تکون بده و نسرین یه آدمی بوده که همیشه با ما بوده توی گذشته ما، موقعی که من تو ایران بودم، موقعی که اکسیونای مختلف داشتیم، تو روزهای سخت، تو روزهای دستگیری و وقتی که میبینم که توی زندانه و جونش در خطره و خیلی ناعادلانه است روندی که داره و با این همه خیلی تحسینش میکنم به خاطر اینکه وایساده و اعتراض داره میکنه و اعتصاب غذا میکنه و جونش رو گذاشته اون وسط. این یه حسی به من میده که این حسه باعث میشه که همه حساب کتابایی که دارم، همه نگرانیایی که دارم، همه انتقادایی که به جنبش زنانه دارم و کنار بذارم و این اسم منو تکون میده. وقتی این اسم تکونم میده خب هستم پاش. پس بقیه چی؟ یعنی میدونیم که گذشته از تعداد زیادی زندانی سیاسی که الان تو زندانهای در واقع ایرانن، همون زمان که شما فراخوان رو برای نسرین ستوده دادین لااقل 4 نفر دیگه در اعتصاب غذای خشک بوده. چرا اون 4 نفر روش اصلا صحبت؟ من احساسم به نسرین خیلی بیشتره. ببین و شاید برای یه اکتیویست، من خیلی روی این کانسپت اکتیویست بودن تاکید دارم، یعنی که بتونه به تو یه انگیزه‌ای بده برای اینکه انقدر شعور پیدا کنی که بلند شی و یه حرکتی رو انجام بدی و نسرین به من این شعور رو میده برای اینکه بتونم به اسم اون برای دیگرانم تلاش کنم. وقتی که ما در مورد نسرین حرف میزنیم و در مورد اعتصاب غذایی نسرین یا در مورد وضعیتش داریم حرف میزنیم، در واقع داریم به یه سیستمی اعتراض میکنیم که این سیستم داره این کار رو با فعالان میکنه و در واقع من با شعوری که نسرین در من ایجاد میکنه دارم به اون هیوه یک سیستمی اعتراض میکنم که همون 4 تا زندانی دیگه هم تو اون شرایطش هستن. بنابراین کماکان بازم مسئله نسرین برای من مهمتره. یعنی اگر مثلا به شما خبر میرسید که آقای ایکس یا خانم ایگرگ در اعتصاب غذای خشکه و جانش مثل همون چیزی که در واقع جان خانم ستوده در خطر بود پیش از اینکه اعتصاب غذاش رو بشکنه دیشب خوشبختانه، یه همچین خبری به شما میرسید، این شور در شما ایجاد نمیشد؟ شور دفاع از زندگی یک انسان دیگه؟ نه به اندازه نسرین. چرا؟ فقط به خاطر سابقه آشنایی نه، حسای مشترک، درد مشترک که من بازم تاکید می‌کنم. ببین تو موقعی که داری در مورد یه زندانی سیاسی حرف میزنی که تو عمرت ندیدیش و باهاش هیچ تاریخ مشترکی نداری و باهاش فقط این مسئله مشترکی داری که همتون توی جبهه دارین با یه سیستم سرکوبگر دارین مبارزه میکنی، این انقدر منو به حرکت وادار میکنه که بیام اگه اکسیونی هست ازش حمایت بکنم. ولی اینکه خودم مشارکت بکنم یا خودم پیش قدم بشم برای این قضیه احتیاج به انگیزه بیشتری برای من داره، برای اینکه کماکان مسئله درد مشترک و مسئله اون شور برای من اهمیت داره.